قاضی دادگاه خانواده توییت کرده از یکی از وکلایی که نسل زدی بوده شکایت کرده و گفته این با دمپایی کراکس، این دمپایی ها هست، دمپایی توالته که روش گل و بلبل میچسبونن، اومده دادگاه به عنوان وکیل و تو یه بخشی از دفاعیش از این کلمه استفاده کرده. قسمت دارک ماجرا اینجاست که یعنی ادبیات نسل زدی رو آورده تو ادبیات وکالتش خانم وکیل. ایشون در متن دفاعیه گفتن که حاجی موکل من از زندگیش راضی بود تا اینکه این ریتارد ناشزه تصمیم گرفت به اکسش رجوع کنه و گس وات اومد به موکل من گفت باید رابطمون رو اوپن کنیم، تو هم محلل وایسا. ستون تو خودت جای موکل من باشی چیکار میکنی؟ دیسبک نمیدی به این حرکت فولش؟ بعد ما که دیدیم این قبلا چه شکلی بود، اصلا این شکلی نبود، عوض کرده. مصداق بارز تدلیس ماشطه است کاری که ایشون کرده. بعد اصلا قبلا یه سیمپی بود همش موس موس میکرد دور موکل من، الان یهو تصمیم گرفته موکل منو بیاد گسلایت بکنه، از سویت بودن شما هم داره سوء استفاده میکنه، میخواد شما به نفعش رأی بدید. شما هم امیدوارم نوب بازی در نیارید و جلوی اطاله دادرسی رو بگیرید. تمام، طلاق بائن.